بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان، امروز، فقط لحظاتی که درش به سر میبرید، فرصت‌هایی که الان فرصتی که درش به سر میبرید، از این استفاده بکنید. عقل به ما میگوید خودمون رو سرگرم گذشته نکنیم و غم و اندوه گذشته نباید باعث بشود که ما از فرصتی که الان درش به سر میبریم استفاده کافی رو نبریم و دغدغه آینده‌ای که غیب هست و مجهول هست و ما نمیدونیم که آینده فردا چه خواهد شد، دغدغه فردا هم باعث نشود که از لحظه فعلی استفاده نکنیم. فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین. اون چرا که من خداوند به شما عنایت کردم، یعنی لحظه‌ای که الان در اختیار شما گذاشتم و وقت و نعمت‌هایی که در وضعیت فعلی در اختیار شما گذاشتم، از اون استفاده بکنید و سپاسگزار نعمت‌های الهی باشید. اگر الان دارید کار خوب انجام میدید، خوشحال هستید، وضعیت زندگیتون خوب هست، اینی که در گذشته چه اتفاقی افتاده است نباید زندگی شما رو مکدر بکنه و اینی که در توهم آینده به سر ببرید که فردا چه گرفتاری ها و مصیبت هایی پیش خواهد اومد نباید وضعیت زندگی شما رو متزلزل بکند. این هست که همین لحظه ای که دقایق، ساعت ها و دقیقه ها و ثانیه هایی رو که الان درش به سر میبرید ازش استفاده بکنید. نماز نفل بخونید، عبادت پروردگار رو انجام بدهید، پرستش بکنید، کارهای خوب انجام بدهید و مطالعه مفیدی انجام بدهید، امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، گویا که همین لحظه رو زنده هستید، گویا که امروز آخرین روز عمر شماست. نمازی با خشوع و خضوع بخوانید، اونطوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که نمازی که بخوانید که دارید خداحافظی میکنید و مشغول خداحافظی هستید. الان به کسی سود برسانید، به درمانده‌ای کمک کنید، دست مسکینی را بگیرید، به عیادت بیماری بروید، از این فرصت استفاده بکنید. دیروز چه گذشته است خودتون رو سرگرم دیروز نکنید. فردایی در کار خواهد بود یا در کار نخواهد بود و چه خواهد شد نمیدونیم. پس از فرصت فعلی استفاده بکنیم و صدقه‌ای بدهیم و کار خیری انجام بدهیم تا اینکه روز قیامت دستگیر ما بشود. انسان‌های موفق کسانی هستند که بیشتر از دیروز و بیشتر از فردا در فکر امروزشون هستند و از لحظات امروز خود استفاده می کنند. امروز رو، وقتتون رو با کارهای مفید بگذرانید. اینی که در فردا چه اتفاقی می افتد نمیدانیم. پس از نعمتی که امروز خداوند و نعمتهایی که امروز خداوند در اختیارتون گذاشته استفاده کنید. سعی کنیم به گذشته بر نگردیم و دغدغه فردا هم زندگی فعلی ما رو مکدر نکنه و لبخندی رو که فعلا بر لبان ما نشسته و سعادتی رو که در این وقت فعلی داریم احساس میکنیم خودمون رو محروم نکنیم و از این وقتمون استفاده بکنیم، قطع نظر از این که در دیروز چه گذشته یا در آینده چه خواهد بود. متاسفانه بعضی از انسان‌ها یا در گذشته زندگی می‌کنند و یا در آینده زندگی می‌کنند. در گذشته زندگی می‌کنند به این معنی که کابوس غم‌ها و دردها و رنج‌های گذشته باعث می‌شود که فعلا کار مفیدی انجام ندهند و همیشه غمگین و ناراحت بنشینند و همچنین کابوس آینده و مصیبت هایی که چه بسا در آینده اتفاق بیفتد یا نیفتد بر اساس توهم و خیالات ما
در کابوس آینده به سر میبریم و این گونه از فرصت فعلی استفاده نمی کنیم. پس تمام تلاشمون رو به کار ببریم که از لحظه فعلی که خداوند در اختیار ما گذاشته استفاده بکنیم و این گونه گذشته ها رو فراموش بکنیم و کابوس آینده ما را از عمل باز ندارد. تا جلسه دیگر، تا وقت دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.